سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی آموزشی دیگه از چنل لارا لنگویج. توی این ویدیو قراره با هم کلماتی رو یاد بگیریم که از لحاظ تلفظ با هم یکی‌اند ولی از لحاظ معنی کاملا با هم متفاوتن. به این کلمات توی زبان انگلیسی میگن هوموفون یا کلمات هم‌آوا. خیلی وقتا توی نوشتن یا شنیدن زبان انگلیسی میتونن باعث اشتباه بشن، ولی اگه خوب بشناسینشون هم توی صحبت کردن، هم شنیدن، هم نوشتن زبان انگلیسی میتونین خیلی دقیق تر بشین. توی این ویدیو رایج ترین هم‌آواهای زبان انگلیسی رو با تلفظ، ترجمه و مثال با هم یاد میگیریم. Now without further ado, let's get started. Write. این کلمه که فعل به معنی نوشتن. Please write your name on the form. این یکی به معنی درست یا سمت راسته. You got the right answer. Bear. Bear. این کلمه به معنی خرسه. A bear lives in the forest. این یکی به معنی برهنه یا بدون پوششه. He walked on the bare floor with no shoes. Peace. Peace. به معنی صلح. The world needs more peace and love. این یکی peace به معنی تکه. Can I have a piece of cake? Pair. Pair. یکیش به معنی گلابی، یکیش به معنی جفت. She ate a pear after lunch. I bought a new pair of shoes. Flower. یکیش به معنی گل، یکیش به معنی آرد. These flowers smell so good. We need more flour to bake bread. Son. Sun. Sun با U به معنی خورشید، sun با O به معنی پسر. The sun is shining today. My son is 5 years old. Night. Night. یکیش به معنی شب، این یکی که خونده نمیشه، به خاطر همین میگیم night. به معنی شوالیه. It gets cold at night. The knight wore shiny armor. There. There. There به معنی آنجا، این یکی there به معنی مال آنها. The book is over there. Their house is beautiful. Hole. Hole. یکیش به معنی سوراخ، این یکی به معنی تمام یا کامل. بازم به خاطر اینکه W's خونده نمیشه، hole خونده میشه. There's a hole in the wall. I ate the whole pizza by myself. One. One. این که به معنی عدد یک. I have one brother. این یکی حالت گذشته وین هست، به معنی برنده، برنده شده. She won the race easily. Break. Break. این break دو تا معنی داره، هم به معنی شکستن، هم به معنی استراحت کردن. Let's take a short break. این یکی break به معنی ترمزه. He hit the brake quickly. No. این no که به معنی نه هست. No, I don't want coffee. این یکی به خاطر اینکه کیش خونده نمیشه no تلفظ میشه، به معنی دانستن چیزی. فعله. Do you know the answer? See. See. به معنی دیدن. I can see the mountains from here. این یکی به معنی دریاست. We want to swim in the sea.
blue blue. این یکی به معنی رنگ آبیه. I like your blue shirt. The wind blew very hard last night. Buy buy. این که با یو نوشته میشه به معنی خریدن هست. I want to buy some new clothes. این یکی کلمه به معنی کنار یا توسطه. This book was written by a famous doctor. Ate ate. این کلمه حالت گذشته فعل ایته به معنی خوردن. He ate lunch at noon. این یکی هم که عدد 8. She has 8 cars. Hour hour به معنی ساعت یا زمان. The movie lasts 2 hours. این یکی به معنی مال ما. Our house is near the park. 4 اینم باز یه عدد 4. There are 4 chairs in the room. این یکی به معنی برای. This gift is for you. week این کلمه وقتی با 2 تا ای نوشته میشه به معنی هفته است. We're going on vacation next week. week وقتی با ای و ای نوشته میشه به معنی ضعیف. He felt weak after being sick. male یکیش به معنی پست، یکیش به معنی جنس نر یا مذکر. I've got your letter in the mail. That male cat is very big. Here به معنی اینجا و به معنی شنیدن. Come here and sit down. Can you hear the music? Plane به معنی هواپیما. The plane landed safely. این یکی plane هم به معنی ساده و یک دسته هم به معنی دشت. She wore a plain white dress. Sale به معنی فروش. There's a big sale on the mall. Sail به معنی بادبان و قایقرانی کردن. They sailed across the lake. New این یکی به معنی تازه و جدید. I bought a new phone. این یکی حالت گذشته فعل know به معنی دانستن هست. She knew the answer before anyone else. Allowed این به معنی اجازه داشتنه. He's not allowed to smoke here. این یکی به معنی با صدای بلند. Please read the story aloud. Weather به معنی آب و هوا. The weather is nice today. این weather به معنی آیا. I don't know whether he will come. Road این به معنی جاده. The road is closed today. این یکی حالت گذشته فعل رایده به معنی راندن یا سواری کردن. He rode his bike to school. Tail به معنی دم. The cat has a long tail. این یکی به معنی داستان و افسانه است. She told us a mysterious tale. Where این یکی که یک کلمه پرسشیه به معنی کجا. این یکی هم که فعل به معنی پوشیدن. Where are you going? He likes to wear black clothes. Meet این یکی به معنی ملاقات کردن، این یکی به معنی گوشت. Let's meet at the coffee shop. I don't eat red meat.
این کلمات هم‌آوا به خاطر اینکه تلفظشون شبیه همه، معنیشون رو با توجه به کاربردشون توی جمله باید حدس بزنید. حالا که رایج‌ترین هم‌آواهای زبان انگلیسی رو با هم یاد گرفتیم، خیلی راحت میتونین توی مکالمات از هم تشخیصشون بدین. اگه ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم لایک کنید. سری آموزش‌های 3000 لغت آکسفورد که شامل پرکاربردترین لغات زبان انگلیسی هست رو لینکش رو براتون میذارم، حتما ببینید. و اگه نظر یا پیشنهادی هم داشتین برای ساخت ویدیوهای جدید داخل کامنت ها برام بنویسین. اگه تا الان چنل رو هم سابسکرایب نکردین ممنون میشم سابسکرایب کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون.